با سلام. ایام دهه فجر فرصتی تا باز هم دل رو به خاطرات حضرت امام بسپاریم و لختی از صفات بارز ایشون بهره‌مند بشیم. بله، هیچ وقت یادم نمیره روز 12 بهمن وقتی که امام در هواپیما بودن، خبرنگاری ازشون پرسید از اینکه به ایران برمیگردی چه احساسی داری و امام هم با همون صدای ملکوتی خودشون فرمودن هیچ. بله، بی‌حسی موضعی از قابلیت‌های نهفته حضرت امام بود. بله، همون روز امام در همون روز اول میخواستن تو دهن دولت بزنن، اما دولت جا خالی داد و خورد تو دهن امت. ابروهای پرپشت امام همیشه مزاحم دید ایشون بود. در همین رابطه باید عرض کنم که یکی از ویژگی‌های بارز حضرت امام راحل چند وقتیه که گم شده و از یابنده تقاضا میکنم در صورت پیدا کردن بیا رو تحویل بده، چون همونطور که میدونین این صفات بارز امام اسباب خنده ملته. یادم است که روزی همراه با آقای خامنه‌ای به خدمت امام رسیدیم. آقای خامنه‌ای در رابطه با اختیارات ولی فقیه سوالی رو مطرح کردن که امام عصبانی شدن و فرمودن گیر عجب یا با علفی افتادیم. بله، تشخیص هویت از صفات برجسته حضرت امام بود. صبحها همیشه با علما یک سری به جماران میزدیم. امام میرفت و یک دست کله میخرید و دور هم میزدیم. واقعا عجب کله میخرید. بله، کله خری از صفات بارز حضرت امام بود.